درود، خبرهای ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو موجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز میشنوید. خبرها را از تاجیکستان شروع میکنیم. سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه فیسبوکی خود خبر میدهد که شرکت‌های هواپیمایی روسیه تصمیم گرفتند که از تاجیکستان به روسیه پروازهای نوی چارتری تشکیل کنند. در خبر درج می‌گردد که معلوم است که در حال حاضر مقامات جمهوری درخواست ایجت ایر درباره پروازها در خط‌سیرهای دوشنبه مسکو و خوجند سرگود را هفته یک مرتبه بررسی می‌کنند. غیر از آن شرکت هواپیمایی اورالسکی اولینی نیز تصمیم گرفته است که با درخواست تشکیل پروازهای چارتری به سمت دیگر مراجعه کند. فروش چپته‌ها برای این پروازها اینچنین تصدیق اساس‌های ورود به روسیه را شرکت‌های هواپیمایی انجام می‌دهند. قرار است پس از تصمیم مذکور هم شهروندان روسیه و هم شهروندانی که برای ورود به فدراسیون روسیه اساس دارند از این پروازها استفاده برند. همین طریق شخصانی که اجازه‌نامه اقامت دارند و قبلا روسیه را در مورد محدودیت‌هایی که پاندمی کرونا ویروس ترک کرده بودند می‌توانند به قلمرو فدراسیون روسیه وارد شوند. افرادی که ورودشان به قلمرو فدراسیون روسیه طبق قرار دادگاه‌ها تا دوره معین منع است، حتی اگر زمینه‌های رسمی داشته باشند نمی‌توانند از مرز دولتی روسیه عبور کنند. ادامه خبرها و در مسکو خبرها رو ادامه میدیم. سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه قضیه گم شدن صاحبه 7 ساله را که روز 3 نوامبر او را کارمندان پلیس در نزد یک ایستگاه مترو مسکو یافته و سپس به بیمارخانه کودکان انتقال دادند شرح داده است. گفته می شود که حالا همه کارهای ضروری حقوقی و رسمی برای برگردانیدن کودک نابالغ به والدینش انجام داده شده است. در شرح در رابطه با معلومات مربوط به فرزند دولت و کیفه‌های اجتماعی اینترنت پنهان گردید تاکید می‌نماییم که به مسئولیت از سوی نفرانی است که معلومات ناسنجیده و بی اساس را با هدف‌های غرضناک میان مردم انتشار می‌نمایند. فرزند نابالغ اویلای دولت‌خواه در یک از ایستگاه‌های مترو شهر مسکو از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی روسیه در حالت ناخوب صحتمندی و بدون شخص همراه دریافت شده و به بیمارخانه برای معاینه طبی و معالجه من بعد تا معین گردیدن شخصیت او انتقال داده شده است. وابسته به این حادثه کارمندان خدمات کنسولی سفارت با والدین شهروند نابالغ در تماس بوده حجت‌های ضروری از جمله معلوماتنامه درباره شهرونده، معلوماتنامه تصدیق کننده حقوق پدر و مادر فوری برای آنها تهیه گردید. همچنین سفارت به مقامات دخلدار روسیه جهت حل مسئله برگردانیدن کودک و پدر و مادرش رسما مراجعه نموده است. درج گردیده است در شرح خبر سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. شهردار مسکو سرگئی سبیانین چراغ‌های تحصیل فاصله‌ای را برای مکتب بچگان صنف‌های از 6 تا 11 تا 22 نوامبر سال 2020 تمدید کرد. در این باره در وبسایت شهردار خبر داده شده است و علاقه به فرمان پیشین رئیس شهر مسکو از 8 ایون درباره بکار کردن محدودیت‌های نو تغییرات دخلدار وارد کرده شده است. 3 هفته است که خوانندگان صنف‌های 6 تا 11 در مسکو طریق تحصیلات فاصله‌ای تحصیل می‌کنند. در این مدت حصه گرفتاران کووید در بین خوانندگان صنف‌های بالایی تقریباً 2 مرتبه کاهش یافته. این معنای آن را دارد که آنها خودشان کمتر بیمار می‌شوند و نزدیکان خود را کمتر سرایت می‌کنند. شهر داده است سرگئی سبیانین و گفته شهرداری مسکو این تدبیر و اینچنین قسماً انتقال دادن کارگران و یک مکان دوردست امکان داد که 2 هفته دینامیک افزایش بیماری‌ها کاهش یابد، اما در اول هفته روان وضع باز بدتر شدن گرفت. این را در شماره بیماران نو تشخیص شده و بستری شدن در بیمارخانه‌ها دیدن ممکن است. در شرایط کنونی و در پس منظر آن چیزی که در اطراف ما و بیرون از آن روی داده ایستاده است معلوم است که بی‌پروا بودن کار خطاست، تاکید داشته است سرگئی سبیانین شهردار مسکو. قبلا تخمین می‌زدند که خوانندگان مکتب‌های مونه تا 8 نوامبر از تحصیل دور درس خواهند خواند.
در آخر ماه سپتامبر سرگئی سابیانین با فرمان خود از 5 اکتبر تا 18 اکتبر بنابر افزایش بیماری سرایت کرونا ویروس همه مکتب‌ها را برای تعطیل از کار آزاد کرد. پس از تعلیم تحصیل روزانه تنها برای خوانندگان صنف‌های پایانی برقرار کرده شد. روز 14 اکتبر رئیس شهر مسکو تصمیم گرفت که خوانندگان صنف‌های 6 تا 11 تا 1 نوامبر از تحصیل دور طریق فاصله تحصیل کنند. بعدا این چاره پیشگیری تا 8 نوامبر تمدید کرده شد. اما حالا باشد با یک قرار دیگر خود شهردار مسکو سرگئی سابیانین تحصیل فاصله خوانندگان صنف‌های از 6 تا 11 را تا 22 نوامبر سال روان تمدید نمود. شما تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید. از روسیه و ازبکستان میرویم. کارمندان پاسگاه گمرکی راه آهن سری آسیا واقع در ولایت سرخندریای ازبکستان در قطار ترانزیتی 172 از 5 کیلوگرم مواد مخدر پیدا کردند. در این باره دفتر مطبوعات کمیته دولتی گمرک ازبکستان خبر داده است. در پاسگاه گمرکی نظارت گمرکی نسبت قطارهای بارکشی که از دولت همسایه آمده توسط ازبکستان با استفاده از مجموعه سنجشی می‌گذرد گذرانیده شد. در نتیجه تصویرهای شوپناک اسکنر شده یکی از واگن‌ها دقت کارمندان گمرک را به خود جلب کردند. آمده است در خبر. گمرک ازبکستان قید می‌کند که در جریان نظارت با دقت گمرکی با کمک سگ‌های خدمتی معلوم شد که در پایان یکی از واگن‌های قطار انباری مخصوص با یاری ورقه‌های متلی مجهز شدند. در نتیجه کشودن و از نظر گذارانی جایهای پنهان کرده شده معلوم گردید که در آن 23 عدد ظرف‌های پلاستیکی 5 لیتری با پلیتیلن سیاه پیچانیده شده و با لنت پنهان کرده شدند. قطار به ایستگاه راه آهن دربند فرستاده شد که در آنجا سنجش‌های دقیق‌تر گذرانیده شدند و در واگن دیگر شبیه نهان‌ها را پیدا کردند. هنگام تشخیص اینچنین 21 قوطی 5 لیتری دیگر آشکار کرده شد که با پلیتیلن‌های سیاه پیچانیده شده است. در نتیجه اندشیدن چراغ‌های فوری قاچاق غیرقانونی 172 از 5 کیلو مواد مخدر سریعت پیشگیری کرده شد. تاکید می‌کند کمیته دولتی گمرکی جمهوری ازبکستان. از روی دلیل آشکار شده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. در این پیام گفته نشده است که قطار ترانزیتی از کدام کشور وارد گردیده است و به کدام کشور روانه بوده است. نظر به انتخابات پرزیدنتی در ایالات متحده آمریکا میکنیم. نامزد پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا از حزب دموکرات جوزف بایدن رکورد کشور را درباره شمار آوازهایی که در انتخابات به دست آورده است شکست گزارش میدهد. ریا نوسکی با استناد به CNBC طبق گزارش‌ها سیاستمدار آمریکایی علاقه شماره بیشتر آوازها را در تاریخ کشور گرفته است و رکورد در سال 2008 گذاشته براک اوباما را شکسته است. طبق اطلاع فاکس نیوز در وقت انتشار نامزد دموکرات‌ها علاقه 70,722,759 آواز خود 50.3% رأی مردم را به دست آورده است، در حالی که پرزیدنت سابق براک اوباما تقریباً 69.5 میلیون آواز گرفته بود. طبق معلومات پیشکی جو بایدن علاقه 238 آواز انتخابی دارد، در حالی که رهبر عملکننده آمریکا دونالد ترامپ 213 آواز دارد. برای پیروزی یکی از آنها باید 270 آواز انتخابی گیرد. انتخابات در ایالات متحده آمریکا به انجام رسید و حالا شمارش آوازها در همه ایالت‌ها ادامه دارد. با وجود این ستاد جو بایدن و دونالد ترامپ بارها پیروزی هر یک نامزد را اعلام کردند. یادآور می‌شویم که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 در ایالات متحده آمریکا در 120 سال اخیر بار اول بلندترین اشتراک مردم ثبت گردید. رکورد قبلی در تاریخ این کشور سال 1900 گذاشته شده بود. آنگاه 73.7% انتخاب کنندگان آواز دادند و این دفعه 66.9% آمریکایی‌ها برای انتخاب پرزیدنت نو و نزد صندوق‌های رای‌دهی رفتند. شما دوام 10 دقیقه تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی شما را با تحولات خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا خواهیم ساخت.